سلام بچه‌ها. امروز دوشنبه 24 شهریوره. پرنده‌هامون پخت کردن، فکر کنم سردشون باشه. همین چند ساعتی شومینه رو روشن کنیم، ولی باید گل‌ها رو از اونجا برداریم. باید این قفس‌ها رو جابجا کنیم. هزار و یک شب. کجا بذارم اینا رو؟ اینجا خوبه؟ یه جایی بذاریم نور بخوره بشه. اینجا خوبه فکر کنم. آره؟ بذارونم؟ چند تان؟ نمیدونم، بزرگی خودش نصف میزو میگیره. بزرگی رو بذارم. میخوای اینم بذار اون برشون. بعدم باید پایه گلدون بگیریم. فعلا نگرفتیم. خب کمتر نور فکر کنم مصیبت باید اون بذاریم. اینجا خوبه؟ آره؟ برگاش بمیش زیرش نیست. پر بود. باید این شکل سفید دارم. خب اینو کجا بذارم؟ گل دادا. گل داشته؟ آره. اومدم. بچه‌ها در زدن، مجبور شدم ویدیو رو قطع کنم. این میزو برداریم. کجا بذارم؟ بذارش اون گوشه فعلا تا وقتی که پرنده رو میذاریم اینجا. خب کدومو بیارم الان؟ اینو بیارم؟ بدش. این دیسش آب توشه. اونو یه لحظه بیا خالیش کن. اونو خودت ببرش. خالیش نمی‌کنی؟ نه. بذارش رو اون. اینم بلند شده. آره. یعنی بیار بالا، بذار رو گلش نشکنه یو. کجا بذارم اینو؟ اینجا خوبه؟ بذار اینم جا بشه. اینجا خوبه؟ آره. نور میگیره اینو؟ آره. نورم نگیره اشکال نداره. اینا رو بیارم بالا؟ نه همونجوری افتاده. خب خواستیم یوسف هم اینجا خوبه دیگه. بچه این بچه اون بزرگ است. میزیه هم نشون بده دیگه. ماهی اینم توشه. همینطور. اینم بچه‌شه. کلی از اینا داشتم. تقریبا به همه دادم ازش. پیتوس؟ پتوس.